من می‌دانم که پیوند داده پسرشان امینجان بسیار انسان خوب بود. من در همسایگی اونها زندگی کردم. امینجان اصلا در دوشنبه تولد شد. چون که خودتان تصور کنید در اون دوردستی که از سمرقند 200 چند کیلومتر در همون نزدیکی در چیز دشت خزاق زندگی میکنه کی اونجا برای تولد میکنه و این جایی که اونجا زایشگاه هست میگه دکترای نفت هست و در همین دوشنبه تولد شده بود. من نو از افغانستان سال 82 آمده بودم. پیوند دیدم بسیار خرسند شدم که بچه دار شدیم تبریک کردم. این امینجان زاده دوشنبه است و اون چیزی که مثلا خودتون تصور کنید کدام زن تاجیک با همین وزنین وقتی که ماه آخرینش زایش آخرینش نزدیک می شود و یک دشت کربلا رفته اونجا تولد میکنه. یک منطقا این گپ تمام غلط است. برای همین من امینجانم میشناسم، پدرشان خیلی خوب میشناختم. این تمام در معرکه‌های پدرشان سروری میکردن. امینجان بعد این بچه بسیار کم است. همیشه از چهرهش خنده از بسیار بچه فرزند بسیار خوب است. من خواهش میکردم که از دادستان گلدوری از شهر دوشنبه از سود شهر دوشنبه این بچه گناه ندارد. این یک روزنامه‌نگار خوب است. این پیروی پدرش است. اینا البته این بیگناه است. اینا مثلا محبس کردن این گناه عظیم است. خدای تعالی هیچ وقت نمیبخشد.